با تشبث سازمان ملل متحد شروع از سال 2000 18 دکبر همچون روز بین المللی مهاجر تجلیل می شود. تحلیلگران میگویند مقام مهاجران کاری در اقتصاد کشورهای جهان خیلی مهم است و پدیده سالهای آخرین است که اقتصادهای کشورهای زیاد در این آخرها محض از سهم مهاجران کاری کشورهای خارجی وابسته شدند. حساب شده است که 3% اهالی جهان و یا بیش از 200 میلیون نفر در مقام مهاجر خارجی هستند. 1 میلیون نفر آنها شهروندان تاجیکستان هستند که همه ساله در روسیه برای خود کار و روزی می‌جویند. سال 2013 سهم رکوردی مهاجران کاری تاجیک در اقتصاد وطن بیش از 4 میلیارد دلار را تشکیل داد. مسئله مهاجران از آن جهت مهم است که با وجود مقام خاصه آنها در اقتصاد، مشغولیت در ساحه‌های کم پرداخت و کار سیاه، حقوق آنها پیوسته پایمال می شود و آنها به گروه ضعف‌پذیر جامعه کشوری بیگانه شاملند. همصحبت امروزه ما شارح رادیوی آزادی در مسائل مهاجرت ری فورلونگ است. ری شما را ما نخست با جایزه رادیوی آزادی که برای پوشش مسائل مهاجرت به دست آورده تبریک میکنیم. بگویید چرا برای شما تحقیق این موضوع مهم است؟ مسئله مهاجرت برای اروپا یک گزارش سال بود. در دوام تمام سال 2015 هم نزدیک 1 میلیون مهاجر به اروپا آمد. این مسئله در اتحادیه اروپا یک تنش ایجاد کرد. این حالت نظام کاری سیستم شنگن را دیگر کرد که منطقش در ضرور نبودن داشتن ویزا و شناسنامه به هنگام سفر در کشورهای عضو این سازشنامه بود. ولی با ورود موج مهاجران کشورهای اروپایی در مرزهایشان سد جاری کردند. موج مهاجرت با خود مسائل اقتصادی و اجتماعی آورد. این مسئله در سیاست بعضی دولت‌های اروپایی در رابطه با مهاجرت هم انعکاس شد. حتی به اتحاد سیاسی کشورهای اروپا هم تاثیر کرد. این همه مسئله ها موضوع را به گزارش سال تبدیل کرد و من هم از این جهت به آن توجه کردم. مسئله مهاجرت به افت و خیزهای سیاسی و اجتماعی کشورها سخت وابسته است، همانطوری که ما ماهای آخر در مثال موج مهاجرت از خاورمیانه به اروپا مشاهده کردیم. ولی این موضوع ما میبینیم که سالهای آخر در اروپا یا همان روسیه به یک سلاح سیاسی گروه‌های تبدیل می شود که بیشتر هدفهای ملت گرایانه را پیشه کردند. این تمایل ها به نظر شما خطرناک نیست؟ اینجا یک خطر است. سیاستمداران زیاد در سراسر اروپا تلاش کردند که مسئله مهاجرت را برای بالا بردن آبروی خود به یک شکل بسیار ناجوانمردانه استفاده کنند. آنها انگشت اشاره را به سوی مهاجران بلند کرده خیلی ساده میگفتند اینهایند مشکل ما. در فرانسه نیروی اپوزیسیونی فرانت ملی و در اروپای شرقی حکومت ونگریا برای بالا بردن معروفیت خود در میان مردم از خط مشی ضد مهاجرت کار گرفتند. در چنین شرایط خیلی مهم است که ما در این موضوع گزارش نویسیم و چهره انسانی مهاجرت را به نمایش گذاریم. بگوییم که آنها یک موج یا تودنه، آنها شخصیتند. برخورد ما هم باید انسانوار و رحمدلانه باشد. ولی تاریخ نمونه‌های مثبت زیادی را در رشد اقتصادی و سیاسی می‌داند که محض با سهم مهاجران دست داده است. من تمام تاریخ را حالا یادآور شدن نمیتوانم، ولی از نمونه‌های موفق وطن خود بریتانیای کبیر میگویم. به این کشور از قدیم خارجی ها آمده بومی شده اند. در بریتانیا جامعه های مهاجران به طور فوق‌العاده موفقند. فرزند و نبیره های این مهاجران در بیزنس و تجارت دست بالایند. آنها دکترند. شما نظام بهداشت بریتانیا و یا شفاخانه های این کشور را بدون حضور دکتران خارجی که زمانی به این کشور کوچ بسته‌اند و یا فرزندان آنها تصور کردن نمیتوانید. در تلویزیون های محلی در میان برنده ها مهاجران خیلی زیادند. خلاصه قصه های موفق خیلی زیادند. به نظر من در اروپا یک باور نادرست درباره به اصطلاح مهاجران تنبل جای افتاده است که میگویند مهاجران برای استفاده از امکانات های مالی و پولی اروپا به اینجا میآیند. ولی واقعیت این است که اکثر مهاجران خیلی زحمتکشند و به شرافت آنها اقتصادهای کشورهای مهاجرپذیر خیلی منفعت می‌بینند. تشکر. ری فورلونگ، محقق مسائل مهاجرت در رادیوی آزادی.